چون شب قدر را الله پنهان کرده جوان عزیز من، برای این که در شب قدر چون پنهان است، شبای طاق را وقت بنده خدا شب زنده داری می کند، گریه می کند، نماز می خواند، قرآن تلاوت می کند، الله رب العزت و الجلال به فرشتگان می گوید ای فرشتگان، مگر شما نگفته بودین که انسانها را خلق نکن که در زمین فساد می کنند؟ مگر شما نگفته بودین که اینها در زمین خونریزی می کنند؟ ای فرشتگان من، ببینین بندگان مرا، ببینین بندگان مرا که نمیدانن شب قدر چه شبی هست، اینها چقدر تلاش میکنن برای رسیدن به رضای الله. اگر این شب را من مشخص میکردم، اینها چه میکردن؟ این امتیاز است که الله به من تو داده است. سوال پیدا می شود که فرشتگان چی میکنه در زمین آمده، برای چی میآیند؟ امام فخرالدین رازی 3 حکمت بیان میکنه. چند حکمت؟ 3 حکمت بیان میکنه. اول حکمتش امین است. امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه میفرماید چرا شب قدر فرشتگان جبریل امین، این همه فرشتگان میآیند از آسمان به سمت بندگان خدا؟ میگه برای این است که جبریل امین و تمام فرشتگان دنبال طاعت میگردند که در آسمان ها نیست، دنبال طاعت میگردند که در آسمان ها وجود ندارد. به خدا قسم امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک بار با آواز بلند بگویید صلی الله علیه و سلم، عبادت دارند که در آسمان ها نیست. جبریل امین او را نمیتواند، فرشتگان او را نمیتواند، حاملین عرش او را نمیتواند، فرشتگان آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم نمیتواند، و فقط ساکنان زمین هستند که این عبادت را میکنند. اون عبادت چی هست؟ اون عبادت همین است که اگر یک مسلمان صدقانی، یک مسلمان یک قوطی خرما، یک مسلمان یک شکم سیری غذا خانه یک فقیر میبرد و اون فقیر از اون غذا استفاده میکند، این چنان امتیازی هست، این چنان عبادتی هست، این چنان لطف کرم پروردگار عالم است که در تمام آسمان ها این عبادت وجود ندارد. و دوم چیزی که در آسمان ها وجود ندارد، شما میدانید که چی است؟ جبریل امین گناه میکند؟ بلند. معصوم است. فرشتگان گناه میکنند؟ معصوم هستند. وقتی فرشتگان گناه نمیکنند، جبریل امین گناه نمیکنند، پس هیچ گناهگار در آسمان وجود ندارد، هیچ گناهگار تو عرش رحمان وجود ندارد، فقط گناهگاران در زمین است. جبریل امین میآید با تمام فرشتگان. برای چی؟ برای که گریه گناهگاران را بشنوند، برای اینکه گریه گناهگاران را بشنوند. چرا؟ این گریه گناهگاران قدر فضیلت دارد. امام فخرالدین رازی حکمت سوم را بیان میکند، میفرماید انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. الله اکبر. با تو ای عاصی، به کل ما خطاب میکند، به من مولای گناهگار، به اون برادری که گناه کرده، به اون خواهری که گناه کرده. الله چی میگه؟ با تو ای عاصی مرا صلح است هرگز جنگ نیست. الله با گناهگاران امت پیامبر جنگ ندارد. الله با شرابی امت رسول الله که توبه کنه جنگ ندارد. با تو ای عاصی مرا صلح است هرگز جنگ نیست. زان که اندر دل، زان که غیر از غم اندر دل تو دلتنگ نیست. ای بنده گناهگار، تو وقت به گناهان خود میاندیشی، به گناهان خود میاندیشی، دلتنگ میشی، افسرده میشی. باز الله میفرماید روی زرد خود به ما کن، زان که بر درگاه ما، روی زرد خود به ما کن، زان که بر درگاه ما هیچ روی بهز روی زعفرانی رنگ نیست. هیچ رنگ بالاتر از رنگ زرد گناهگار به پیشگاه خدا نیست. وقتی گناهگار رنگش زرد می شود،
وقت گناهگار دستایش میلرزد. من همین شب ختم بود، عزیزان را گفتم چراغ‌ها را خاموش کنین، همه چراغ‌ها را خاموش کنین تا حالت قبر را ما ترسیم بکنیم. عزیزان من، بیاییم چهره زرد که یک گناهگار دارد و پیشگاه خدا بهترین رنگ دنیاست. اینجا چی میگه؟ انین المذنبین، گریه گناهگار، زجه گناهگار، فریاد گناهگار، آواز گناهگار، این بهتر است از تسبیح فرشتگان کرده. جبریل امین میگوید بیاییم برویم در زمین که این امت چی کار کردن که گریه گناهگار این امت بالاتر از تسبیح فرشتگان است. به همین خاطر فرشتگان میآیند به زمین تا گریه گناهگار را بشنوند. هیچ موسیقی بالاتر، هیچ آهنگ بالاتر، هیچ ترنم بالاتر از موسیقی و آهنگ که گریه میکند یک بنده گناهگار به پیشگاه خدا وجود ندارد. این قدری آواز شیرین است، این قدری آواز ارزش دارد. وقتی بنده از ترس گناه گریه میکند، فرشتگان الله صدا میزند پروردگارا، یک آواز آشنا از زمین میآید. پروردگارا، یک آوازی که بوی محبت تو را میدهد از زمین میآید. الله میفرماید بگذارین که این آواز را من دوست دارم، این آواز من دوست دارم، بگذارین که امت رسول الله گریه کنن. پس عزیز من، امتیاز خود را بدان. شب قدر و جایگاه این امت، شب قدر و جایگاه این امت. پس چند شب باقی مانده شبای تاق؟ چند شب غیر تاق باقی مانده که تاق گرد؟ چند شب؟ 9 شب. شما یک قول بتین به خاطر خدا، لیکن انجامش بتین و در حق من دعا کنین که خدا به من هم توفیق بده که انجام بدم. همین چند شب تاق را انشاءالله زنده داری میکنیم. دستا بلند عزیزان من، انشاءالله، و خانه الله دست بلند کردیم. به من هم دعا کنین الله توفیق را به من هم بدهد. کعب الاحبار نفرمود که شب قدر را منافق پیدا نمیتواند، کافر پیدا نمیتواند. الحمدلله ما منافق نیستیم، الحمدلله ما کافر نیستیم، ولی گناهگار هستیم، ولی عاصی هستیم، خطاکار هستیم، بی‌وفا هستیم، نامهربان هستیم، قدر ناشناس هستیم. نه قدر کتاب خدا را دانستیم، نه قدر شب قدر را دانستیم، نه قدر رمضان را دانستیم، نه قدر نبی محبوب خود را دانستیم. بیاییم از الله بخواهیم که ای الله ما را قدر شناس بگردان. وقت صبح می شود، جبریل امین با توده از فرشتگان وقت طلوع فجر می شود به کل انسانهایی که این شب را زنده داری کردن، به همه ایشان سلام می گوید. در وقت طلوع آفتاب، اول آغاز طلوع آفتاب، جبریل امین پرواز می کند به طرف آسمان و تمام فرشتگان با جبریل امین پرواز می کنند. میگه در میان آسمان و در میان زمین جبریل به طرف آسمان نمی رود. تمام روز شب قدر جبریل امین دعا می کند ای الله، ای الله امت رسول الله را ببخش، ای الله جوان امت رسول الله را ببخش. تا زمانی که وقت شام نزدیک می شود می روند به در آسمان را می زند. ساکنان آسمان اول دروازه را باز می کند. جبریل امین داخل آسمان می شود با تمام توده فرشتگان. ساکنان اهل آسمان می گوید شما چی دیدین در زمین؟ قصه بکنین، حکایت بکنین از امت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو فکر میکنی محمد را تنها من و تو دوست داری؟ تو فکر میکنی محمد صلی الله علیه و سلم فقط از انسانها خریدار دارد؟ زمین خریدار محمد است، آسمان خریدار محمد است، جبریل فدای محمد است، فرشتگان آسمان خریدار رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به برکت رسول الله فرد و تک این امت و فرشتگان دوست دارند. میگه حکایت بکنه از امت پیامبر. جبریل امین چه میگوید؟ میگوید ما رفتیم به زمین، فلانی ولد فلانی نام میگیرد، فلانی ولد فلانی سال گذشته رفته بودیم به گناه بود، سال گذشته رفته بودیم به معصیت بود،
سال گذشته رفته بودیم به زنا مصروف بود، ولی امسال رفتیم گریه میکرد، امسال رفتیم نماز میخوان، این سال رفتیم قرآن تلاوت میکرد. فرشتگان آسمان اول چی میگوین؟ پروردگارا همون بنده را مورد عفو و بخشش خویش قرار بده. وقت فرشتگان دعا کنن الله قبول نمیکند. وقت فرشتگان دعا کنن الله قبول میکنن. قبول میکنن. اونها پاک هستن، اونها معصوم هستن. ولی باز میگوید، میگه فلانی ولد فلانی پارسال رفتیم به عبادت مصروف بود، امسال به گناه. امسال دیدیم که بدعتکار شده بود، امسال دیدیم که معصیت انجام میداد، امسال دیدیم که پابجی بازی میکرد، به موسیقی مصروف بود. میگه فرشتگان سال قبل به این استغفار طلب میکردن، 1 سال تمام به این استغفار طلب کردن. میگن چی میگوین؟ میگه بعد از دیگه استغفار به این نمیکنم. چقدر خطرناک است عزیز من. آنقدر از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت موسی پروردگار گفت، آنقدر از امتیاز این امت گفت فخر موسی ساجدا. حافظ ابو نعیم اصفهانی میگوید حضرت موسی خود را به سجده انداخت. چی دعا میکرد؟ رب اجعلنی من امت محمد. ای خدا من موسی کلیم خود را امت رسول الله بگردان. من موسی که کلیم تو هستم امت رسول الله بگردان. من تو امت کی هستی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این چی امتیاز است. یک بار با آواز بلند بگو الحمدلله. این شاعر میگه کجا آسان بود بردن ما جانب جهنم آنجا که احمد مختار باشد. کجا آسان بود بردن ما جانب جهنم آنجا که احمد مختار باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما داریم. به هر آسمانی که جبریل امین می رود ساکنان اون آسمان پرسان میکنه و جبریل امین همون گزارش را میدهد تا این که میرسد به سدرة المنتهی که مقام جبریل امین است. سدرة المنتهی که همون درخت است، مقام جبریل است. صدا میزند ای سکان من، ای کسانانی که به من جا میگیرین و قرارگاه شما اینجا هست، بگوین از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نام بگیرین. یکا یک جبریل امین به سدرة المنتهی نام تمام اون بندگانی که شبهای تاق و شب قدر را زنده داری کردن نام اونها را میگیرد. در همین لحظه وقت سدرة المنتهی کل نامهای بندگانی که در شب قدر عبادت کردن میشنود، جنت صدا میزند. چون گفتم که تمام شاخچه های سدرة المنتهی داخل جنت است. صدا میزند جنت ای سدرة المنتهی از ساکنان من بگو و تو از ساکنان خود چی شنیدی درباره امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای جوان، ای جوان، شاید با آینه نگاه کنی ببینی که چقدر زشت هستی، چقدر چهره خراب داری، اما میدانی که جنت عاشق تو هست، جنت مشتاق تو هست، جنت خریدار تو هست. صدا میزنه بگو. میگه وقتی که سدرة المنتهی نام همین بندگانه که در شب قدر عبادت کردن یکی پای هم میگیرد، چه میگه جنت؟ اللهم عجلهم الی. ای پروردگار زود اینها را در آغوش من بیاور، زود اینها را داخل من بکن و تا اینها زحمت و تلاش و رنجی که در دنیا دیدن با نعمتهای من با آرامش برسد. این امتیاز را الله به تو داده. بیا قدر خود را بدانیم عزیزان من. شب قدر جایگاه این امت. حالا دانستی که چقدر فضیلت و جایگاه داره به پیشگاه الله؟